مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز دوم و 11 اپریل سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری در ناحیه کوشانیان خراسان در جنوب کشور در شهر خوجند و در شمال تاجیکستان دو دوچرخه‌ران نابالغ و یک مرد 68 ساله جان دادند. از جمله 11 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر ستارف عبدالله سال تولدش 1982 ساکن ناحیه کوشانیان هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیهات زرگر ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ مخصوم نصرت الله سال تولدش 2016 ساکن امین ناحیه را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ مخصوم نصرت الله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. این چنین 10 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه تویوتا عبدالله نور محمد سال تولدش 1978 ساکن ناحیه قبادیان هنگام حرکت از سمت جماعت دیهات قزلقلعه به سمت ناحیه قبادیان در حدود دهه مهنت آباد ناحیه خراسان قاعده بی خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخه‌ران نابالغ خالف شعباز سال تولدش 2005 ساکن ناحیه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ خالف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. همین طریق 10 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 16:45 راننده автомашین تمغه اوپل امینجانوف یوسف جان سال تولدش 1973 ساکن ناحیه باباجان غفورов هنگام حرکت در محله اجدام شهر خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر لطیفوف عبدالحکیم سال تولدش 1955 ساکن شهر بوستان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر لطیفوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.